بنز E200 بودش که از کشور آلمان در خدمتشون هستیم. تصرف سمت شاگرد داره که می‌خوایم براشون بیرنگ بزنیم. در جلو، گیگیر جلو، سپر جلو ماشین میخواد رنگ کوره‌ای بشه، پلیش سرامیکی هم رو ماشین اعمال میشه. بنز فابریکن گازسوز هستش. سپر جلوشو شوسیمش که یادگیری کنیم. این سپر داخل خود آلمان قبلا رنگ شده و تونست رنگی مال خود آلمان هستش. ایرادگیری میشه و برای رنگ کوره‌ای آماده میشه. سپر ماشین داخل خود آلمان رنگ شده بوده قبلش، دوباره باز کردیم برای رنگ‌آمیزی. قطعه‌ای که فرستادیم برای رنگ‌آمیزی در باک ماشین خام بودش، مجبور شدیم یکی از بوکسل بندای سپر عقب بفرستیم که شما نگاه کنید رنگش مشکی متالیک هست. جالب این که رنگ خود ماشین مشکی ساده هستش که دوباره رنگو مرجوع کردیم که رنگ ساده رو درست کنیم. و چرا داخل خود آلمان دو تا سپرهای ماشین مشکی متالیک شده باعث تعجب هستش. امروز 14/6/1403 هستش.